فاطمه. السلام علیکم پدرم. و علیکم السلام. بیا دخترم، از تو چند سوال دارم. تیار هستم پدر جان. بارک الله. با دقت باش. رب تو کیست؟ الله جل جلاله. دین تو چیست؟ دین من اسلام. پیغمبر تو کیست؟ پیامبر من حضرت محمد صلی الله علیه و سلم. 5 بنای اسلام چیست؟ ایمان، نماز، روزه، زکات، حج. در یک روز چند دفعه نماز خوانده میشه؟ 5 وقت. 5 وقت نماز کدام است؟ بامداد، چاش، عصر، شام، خفتن. الله تعالی بر رسول الله صلی الله علیه و سلم کدام کتاب را نازل نمودند؟ قرآن کریم. اولین پیغمبر کیست؟ حضرت آدم. آخرین پیغمبر کیست؟ حضرت محمد صلی الله و سلم. بر موسی علیه السلام کدام کتاب نازل شده بود؟ تورات. بر عیسی علیه السلام کدام کتاب نازل شده بود؟ انجیل. بر داود علیه السلام کدام کتاب نازل شده بود؟ زبور. در آتش نسوختگی پیغمبر کی بود؟ حضرت ابراهیم خلیل الله. همراه الله صحبت میکردگی پیغمبر کی بود؟ موسی کلیم الله. با معجزه تولد شدگی پیغمبر کی بود؟ حضرت عیسی علیه السلام. کشتی ساختگی پیغمبر کی بود؟ نوح علیه السلام. ماهی خوردگی پیغمبر کی بود؟ یونس علیه السلام. کدام پیغمبر از جنت آمدگی قچ را قربانی کرده بود؟ حضرت ابراهیم علیه السلام. کدام پیغمبر معجزه شان شتر شده بود؟ حضرت صالح علیه السلام. کدام پیغمبر معجزه شان عصا شده بود؟ حضرت موسی علیه السلام. رسول الله صلی الله علیه و سلم را نام پدرشان چی بود؟ عبدالله. و مادرش؟ آمنه. و پدر کلانش؟ عبدالمطلب. رسول الله صلی الله علیه و سلم از کدام قبیله بود؟ از قبیله قریش. پیغمبر صلی الله علیه و سلم را 4 دانه مشهور صحابه شان کیها بودند؟ ابوبکر، عثمان، عمر، علی رضی الله عنه. در قرآن چند دانه سورت است؟ 114 تا سوره. رسول الله صلی الله علیه و سلم در کدام وقت تولد شده بودند؟ میلادی در سال 571. وقت نماز چه خوانده می شود؟ آذان. در فرض نماز شروع کردن چه خوانده می شود؟ اقامه. اولین نازل شدگی آیت چیست؟ اقرا. اولین نازل شدگی سوره چیست؟ سوره الحق. درست‌ترین سوره کدام است؟ سوره بقره. کوتاه‌ترین سوره کدام است؟ سوره کوثر. الله چند تا نام دارد؟ 99 تا. به خاطر نماز خواندن اول چی باید کرد؟ طهارت وضو. قبله ما کجا است؟ کعبة الله. کعبة الله در کجاست؟ در مکه مکرمه. روضه پیغمبر ما کجاست؟ مدینه منوره. روزه در کدام ماه گرفته می شود؟ ماه رمضان. مسلمان ها چی گفته سلام می دهند؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مسلمان ها چی گفته علیک می گوید؟ و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در وقت حدث زده چی باید گفت؟ الحمدلله. حدث زده الحمدلله گفتگی را چی باید گفت؟ یرحمک الله. هر کار را چی گفته باید شروع کرد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نماز بامداد چند رکعت می باشد؟ 2 رکعت سنت و 2 رکعت فرض. نماز چاش چی؟ 4 رکعت سنت، 4 رکعت فرض و 2 رکعت هم سنت. نماز عصر؟ 4 رکعت فرض. نماز شام؟ نماز شام 3 رکعت فرض، 2 رکعت سنت. نماز خفتن؟ 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت، 3 رکعت واجب. در قرآن اولین سوره چیست؟ سوره فاتحه.